ادامه تمرینات بداهه نوازی ساده. توی این ویدیو با هم دیگه سگاه میزنیم، یه سگاه دیگه سگاه فاسوری. تقدیم همه شما عزیزان. توی ویدیو قبلی هم عرض کردم، توی این ویدیو هم میگم هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک کوچکی هست به اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن. خدای نکرده هیچ وقت هیچگونه ادعای پشت هیچ کدوم از این فیلم ما وجود نداره. و این ویدیو مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که ردیف‌های استاد صباح جلد 1 و 2 رو که من گذاشتم و اجرا کردن. حالا تو این ویدیوها می‌خوایم که بداهه نوازی‌های ساده رو با هم دیگه کار کنیم. از ر شروع میکنیم. کوکمون هست می لا ر فا سوری، فا سوری و سی کرون. از ر زدم ر می فا آرشای جدا، فا فا می ر فا، میشه می می فا سول سول فا می سول، میشه لا سول سول فا سول فا لا سول، بعدی سول فا سول فا می فا می سول فا. دوباره میگم لا سول سول فا سول فا لا سولش جدا، سول فا سول فا می فا می سول فا، ر می ر لا سول فا. از ر می فا سول فا می سول فا می سول فا می فا. دوباره ر می فا سول فا می سول فا می سول فا می. اینجا آرشه عوض میشه، می فا سول لا سول فا لا سول فا لا سول فا سول، ر می فا سول فا می سول فا می سول فا می فا. میشه سول لا سول سول فا فا می فا. از ر فا لا ر دو ر دو سی لا، سی دو ر دو سی ر دو ر سی لا ر سی لا. دو ر می ر دو می ر ر می ر دو، دو ر می ر دو می ر با یارشه، ر می ر دو. یه روز پایین تر، سی دو ر دو سی ر دو با یارشه، دو ر دو سی. از لا نوت سادهش اینه، لا سی دو ر می دو ر دو می ره. حالا لا بعد از هر نوت دونه ر سیم سوم میزنیم، لا سی دو ر سی دو ر می دو ر دو می ره، دو ر دو سی لا سی لا سی لا سی. دوباره سی دو سی لا سی لا سول سول لا. دوباره میزنم سی لا سول فا لا سول فا می. فا می ر لا سول فا. تقدیم همه شما عزیزان.